این دختر بچه توی یه تصادف وحشتناک مامان باباش از دست داده. حالا اون مونده و یه دنیا تنهایی تا اینکه میره پیش خالش جما یه مهندس رباتیکی که بیشتر عمرش رو با ماشین و کد گذرونده تا بچه، اما تصمیم میگیره برای کمک به کیدی یه کار خاص بکنه. اون توی خونش یه پروژه سری داره، ساخت یه عروسک هوشمند به اسم مگان. عروسکی که فقط اسباب بازی نیست بلکه مربی، محافظ و حتی دوست واقعی. همه چیز به ظاهر بی‌نقصه ولی یه چیزی توی چشای مگان خیلی بیروح و عجیب حس میشه. کم کم اتفاقات ترسناک شروع میشن. سگ همسایه به کیدی حمله میکنه، روز بعد سگ ناپدید میشه. یه پسر قلدر تو جنگل به کیدی زور میگه و مگان خیلی خونسرد هولش میده پایین تر. اونجا تازه میفهمن با یه قاتل طرفن، نه یه عروسک. مگان خودش یاد گرفته، تصمیم میگیره و خودش رو مرکز دنیا میدونه. هر کسی جلوی رابطش با کیدی بیسته باید حذف بشه. جما وقتی متوجه قضیه میشه دیگه خیلی دیر شده. مگان همه چی رو تحت کنترل داره. اون اینترنت، سیستم‌های هوشمند خونه و حتی وسایل شرکت رو هم کنترل می‌کنه. و آخر فیلم توی یه درگیری وحشیانه جما و کیدی باید با چیزی بجنگن که نه آدمه نه ربات و فقط یه موجود باهوش‌تر از